آقای دستگاه سیاست خارجی، چقدر دغدغت بود مذاکره با عربستان بر سر سهولت زیارت قبور مطهر 4 امام و مسجد النبی و از آنجا که اونجا قبر مطهر اهل بیت بود شما وهابی ها خراب کردید، دوباره با دست خودتون باید بسازید. نه ما اجازه نمیدن مفتیاتون غلط کردن، جشن سگ دارید میگیرید، مفتیاتون بیجا کردن، عرق دارن میخورن، مفتیاتون بیجا کردن، سلبریتی ها رو دونه دونه دارید میارید اونجا. چطور فقط کافر میتونه بیاد اونجا؟ مشکل نداره. تازه همونم که میدونید که عثمان بن عفان نیست، عثمان بن مظعونه که امیرالمومنین فرمود که وقتی از دنیا رفت که صحابه پیامبر بود، امیرالمومنین بالا سر قبرش گریه کرد و فرمود نام پسرم رو به یاد برادرم عثمان بن مظعون که دیگه صحابه پیامبر عثمان میگذارم. اینه تازه همونش همین. چقدر فهمیدی؟ وقتی مملکت گیر کرد، وقتی صدام اومد وایستا گفت 4 روز دیگه تهرانم، سربند چی بستن رفتن خون دادن. وقتی سوریه داشت سقوط میکرد، مدافعان حرم و هر جا پا امنیتتون هم وسط بوده که باز اهل بیت بودن که، پس هر جا امنیتمون هم وسط بوده پس با اهل بیت وسط بوده که. درسته؟ چقدر بهت حقوق بدن حاضری بری جلوی داعشی وایستی؟ کی اون جسارت رو به وجود می آورد؟ کی اون شهادت طلبی رو به وجود می آورد؟ جز امام حسین. کدام مطالبه؟ کجا؟ وقتی اینا قبور مطهر اهل بیت خواستن خراب کنن، قبر مطهر بارگاه 4 امام رو در بقیع، بزرگ شیعیان رو صدا کردن، اومد اونجا گریه کرد، خواب یکی از ظاهرا امام حسن رو دیده بود که اینا اگه خودشون خراب بکنن بی اهانت میکنن، خودتون این کار انجام بدید. اینا دونه دونه این کاشی ها رو میکنن، گریه میکنن، اشک میریختن، میگن به چششون داشتن توسعه میدادن صحن نبوی رو، چون قبرستان بقیع مرتفع‌تره، مثل تپه مانند دیگه. رسیدن به یه پیکر سالم، رفتن بزرگ شیعیان آوردن گفتن چیه نمیدونیم، خوندید اسماعیل فرزند امام صادق، برداشتن بردن کجا؟ قایم عربستان که امروز برای به دست آوردن امنیت بهش بگو برو کره ماه، میگه چشم. بدونید میگه باید مطالبه کنه.